سلام، من پریسام با آشپزخونه خودتون خیلی خوش اومدید. امروز اومدم با یه پلوی خوشمزه ایرانی که یکی از انواع پلوهای سنتی کشورمونه. رشته پلو که توی شب چهارشنبه سوری یا توی شب عید به عنوان یکی از غذاهای محبوب پخته میشه. هم میتونیم با مرغ بپزیمش هم با گوشت. اگه با مرغ پخته بشه یه جوری خوشمزه است، اگه با گوشت هم بپزه یه مدل دیگه خوشمزه است. غذایی که من امروز درست کردم با مرغه. در عین این که خیلی خوشمزه است، خیلی هم سریع و آسون درست میشه. رشته پلو رو با کشمش، با خرما و با زرش درست میکنن که با همشون خوشمزه میشه. امروز من یه نوع مخصوص از رشته پلو رو میخوام بهتون آموزش بدم که خیلی هم آسون درست میشه. اگه تا حالا این غذای خوشمزه رو درست نکردید، پیشنهاد میدم که تا آخر ویدیو همراه هم باشین. بریم هم درستش کنیم. خب موادی که ما احتیاج داریم 3 پیمونه برنجه که من با یه قاشق نمک 2 ساعت خیسش کردم. برنجم هم ترجیحاً ایرانی استفاده میکنم چون که ایرانی عطر و طعمش توی این غذا خوشمزه تر میشه. پیاز دارم که 3 تا پیاز بزرگ خورد کردم. هرچی پیاز این غذا بیشتر باشه بازم خوشمزه تر میشه. کشمش دارم حدود 4 قاشق غذاخوری. من از رشته پلو انسی استفاده میکنم چون که همیشه از این مارک استفاده میکنم. به نظرم مارک خوبیه و از بقیه مارکا بهتره. سینه مرغ 2 عدد که من مکعبی خوردشون کردم. زعفرون، ادویه‌ام که زردچوبه، فلفل سیاه، دارچین و نمک. بریم با هم درستش کنیم. خب طبق همه آشپزی‌های ایرانی من پیاز رو تفت دادم که وقتمون گرفته نشه. رنگشون عوض شده و یه کمی طلایی شدن. آب برنجم هم گذاشتم جوش بیاد که جوش اومده. الان برنج رو میریزم داخلش. خب ما برنج و رشته رو با همدیگه نمیریزیم چون اگه بخوام الان بریزم داخل برنج که با هم دیگه بپزن، برنجمون نپخته، رشته‌مون له میشه. باید بذاریم یه مقدار برنجمون نرم بشه، بعد رشته‌مون رو بریزیم داخله چون این رشته ها نازکن و زود میپزن. رشته‌تون هم خشک ور ندارید چون که وقتی که میخوایم دمش بذاریم هر چقدر توش آب بریزید این رشته ها نرم نمیشه. پس حتما خوب بجوشونیدش بعد دمش بذارید. من دیدم تو بعضی از ویدیوها که دارن رشته پلو درست میکنن رشته اصلا خام آب کشش میکنن. این اشتباه. خب من پیازم سرخ شده دیگه، همینقدر کافیه. الان مرغا رو بهش اضافه میکنم. شما میتونید پیازا رو بردارید بعدش مرغا رو توش سرخ کنید، ولی من چون که میخوام مزه مرغ و پیاز بوی ذوقش گرفته بشه با هم دیگه تفتشون میدم. من یه کوچولو زردچوبه وقتی که اینا تفت خوردن میریزم داخلش، خیلی کم چون که فقط میخوام که یه ذره مزه مرغ گرفته بشه، ولی رنگ و طعم اصلیشو این غذا با زعفرونه که خوشمزه میشه. اگه شما زعفرون استفاده کردید که زعفرون به غذاتون رنگ کافی و خوشمزگی و عطرشو میده، ولی اگه استفاده نکردید و خواستید با زردچوبه درست کنید یه کوچولو زردچوبه توی برنجتون بریزید تا رنگ برنجتون عوض بشه. توی
موادتونم که باید حتما برید. برای این مقدار برنجی که من گفتم نصف بسته کافیه. البته اون بستگی به خودتون داره که دوست دارید رشته موادتون بیشتر باشه یا کمتر باشه. خب من برنجم یه مقداری جوشیده، تستش میکنم. الان دیگه وقتشه که رشته هامو بهش اضافه کنم. رشته ها رو حتما خورد کنید، درسته مثل ماکارونی نریزید. من دو قسمتشون کردم. خب حتما هم بزنید که کاملا با هم دیگه برنج و رشته مخلوط بشن. اگه همشون نزنید میچسبن به هم دیگه. این برم که موادم دارن با هم دیگه سرخ میشن و خب من مرغام که یه مقدار پختن و رنگشون عوض شد، برنجم هم آب کش کردم، بقیه‌شو نشونتون میدم. خب من برنجم رو آب کش کردم. برای ترتیکش هم من از سیب زمینی استفاده میکنم. شما میتونید از هر چیزی که خودتون دوست دارید استفاده کنید. خب من ترتیکمو گذاشتم. الان برنجم میریزم داخل. خب من برنج رو ریختم روی قابلمه، چون که برنجم یه مقدار هنوز خشکه، یه کمی هم آب بهش اضافه میکنم. ولی ببینید که رشته ها کاملا نرم شده. درشو میذارم که بپزه. زیرش هم کم میکنم. خب من مرغم سرخ شده. همون اول کار که یه خود رنگ مرغا عوض شده بودن، یه مقدار نمک هم بهش زدم، ولی یادم رفت تو فیلم بهتون بگم. الان یه مقداری زردچوبه، خیلی کم، چون که من میخوام زعفرون اضافه کنم. فلفل سیاه، فلفل سیاه حتما بریزید، عطر خوبی به غذا میده. یه کوچولو هم دارچین. نباید مزه دارچین توی این غذا غالب بشه، فقط یه کوچولو. خب اینا که با هم تفت خوردن و خامی زردچوب گرفته شد، من بهش یه مقداری زعفرونم اضافه میکنم. یه مقدار زعفرون روی موادم میریزم، یه مقدارم وقتی که برنجم دم کشید روی برنجم میریزم. به نظرم این یکی از آسان‌ترین و خوشمزه ترین غذاهاست که میتونید هر وقت اراده کردید توی خونه درستش کنید. این غذا رو با مرغم درست میکنن که مرغ رو سرخ کنن، به صورت خورش بعد بذارن روش، ولی خب به نظر من اینجوری هم آسون تره هم خوشمزه تره. با گوشت چرخ کردم خیلی خوشمزه میشه. خب من الان زعفرونم اضافه میکنم. خب من دیگه به برنجم روغن ندارم، چون که روغن این هست. شما میتونید وقتی که برنجتون پخت بریزید لای برنج رو قاطیش کنید، یا مثل من بریزید روش رو سروش کنید. خب این موادم مرغام دیگه پختن، آماده است. کشمشم هم بهش اضافه میکنم.
کشمش هم که نباید زیاد سرخ بشه. یه مقدار تفتش میدم و دیگه زیر گاز رو خاموش میکنم. خب دیگه آماده شده، من خاموشش میکنم. خب رشته پلوی خوشمزه ما آماده شد. من یه ربع آخر پخت از روغن پیازداغ و مرغ روی برنجم ریختم و با موادمون برنجم رو تزیین کردم. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشم لایک کنید. خدا نگهدار.